سلام دوستان، برای شما هم پیش اومده که تو بعضی از فایت‌ها وقتی از کلاستون استفاده میکنید عملکردش یکم دیره. چرا؟ چون که وقتی میایم تو سنسیویتی و بخش کلاس سنسیویتی اسکالینگ آف تروین کلاس منو ببینید، نگاه کنید صفره. خب الان نگاه کنید وقتی که از کلاسمون استفاده میکنیم یکم دیر عکس العمل نشون میده. خب حالا چیکار کنیم که درست بشه؟ میریم تو ستینگ، سنسیویتی، کلاس سنسیویتی، اون سنسیویتی اسکالینگ آف ترین کلاس رو به 300 میرسونیم و اون گزینه‌های دیگه‌ش هم استفاده از کلاس‌های دیگری که بهتون نشون میده. الان دوستان دقت کنید، نگاه کنید. همینطور که مشاهده میکنید خیلی سرعت عملش بیشتر. امیدوارم که به کارتون بیاد. لطفاً صاحب کنید تا ویدیوی بعدی هم به دستتون برسه. با تشکر.